با سلام. این روزها در فضای مجازی خیلی به این موضوع پرداخته میشه که خودت باش، برای خودت زندگی کن، استقلال خودت رو داشته باش، فردیت خودت رو در نظر بگیر. بله، استقلال داشتن خیلی خوبه، فردیت انسان خیلی مهمه، اما باید در نظر داشته باشیم که همه ما در محیط اجتماعی متولد میشیم و اگر نگهداری، توجه و مراقبت والدین ما نباشه، هیچ کدوم از ما دوام نمیاریم. نوزاد انسان نوزادی هستش که برای رشد، بالندگی و زنده ماندن نیازمند مراقبت دیگری است. در نتیجه این داره به ما اهمیت محیط اجتماعی رو نشون میده. ما انسان‌های اجتماعی هستیم. در نتیجه باید سیاست‌های رفتاری و مهارت‌های اجتماعی رو بلد باشیم، بدونیم. اگر قرار باشه هر کدوم ما فقط به خواسته ها و نیازهای خودمون اهمیت بدیم، خیلی از مشکلات در زندگی انسان پیش خواهد اومد. یک انسان اجتماعی علاوه بر این که باید نیازهای خودش رو بشناسه، باید نیازهای اطرافیانش رو هم بشناسه و به اونها هم اهمیت بده و برای رسیدن اونها به خواسته هاشون هم تلاش کنه و بدونه چه رفتاری رفتار مناسب هست. خب اگر قرار باشه فقط خودمون رو ببینیم، یک خودخواهی جامعه رو فرا میگیره و خیلی از مسائل و مشکلات و هرج و مرج در جامعه پیش خواهد اومد. خیلی از زندگی های خانوادگی از هم میپاچه. همونطور که ما این روزها خیلی زیاد میبینیم اینکه والدین دارن به سمتی میرن که نیازهای خودشون رو فقط ببینن و دیدن این نیازها و برای رسیدن به اونها گاهی فرزندان قربانی میشن. این توصیه های اشتباهی هست. یعنی اگر کلامی در فضای مجازی میشنوید، گاهن این اتفاق پیش میاد که باید اون مسائل اطرافش هم بررسی بشه. به من والد اگر گفته میشه استقلال داشته باش، به سمت فردیت خودت برو، نگه در کنار این استقلالی که میخوای به سمتش بری دیگران رو قربانی کن. ما وظایفی داریم، حتی نسبت به همسایمون باید یک احترامی بذاریم، یک سری قوانین رو رعایت بکنیم تا جامعه بهتری داشته باشیم. موفق باشید. خدا نگهدار.